گیر کردم. بنده خدا دکتر بود، ببخشید که خلاصه به شما گفتیم کنگوشات. چقدر خوشگله اینجا. داداش اینا رو میخواد چیکار کنی؟ این همه دستمال میخواد کجات بذاری آخه تو؟ یه ذره طبیعت بها بده. پوفیوز اینجا باغ فردوسی. خب امروز واسه ما خدا چی میخواد؟ بسم الله شروع کنیم. این واسه کجا میخواد؟ محمودیه یا خیلی دوره. بعدکش نیست، نه اینم دوره. امروز یه سفارش بزنیم واسه یه تجریش و الهیه قیطریه نمیدونم. خب آقا یکی قبول کرد، بریم با امید خدا ببینیم امروز چه اتفاقی میفته واسمون. آقا اولین سفارش هم گرفتیم. این مال واسه آقا هادیه. آقا هادی یه کارت حافظه سفارش داده. ما خاطر کارت حافظه بعد از اینجا بریم تا معلومه کجای تهران. خلاصه آقا هادی مبارکت باشه، ما اومدیم. هادی جون نوکرتم، به خدا از سوپری بغلم همین مارک کارت حافظه رو پیدا میکردی ها، لازم نبود از اینجا بزنی. البته واسه ما که پوله، حقیقتا میایم تا اونجا پولمونو میگیریم. ولی داداش تو چقدر گشادی؟ حالا شو بیرون یه دو قدم راه برو. آقا امروز میخواستم ویدیو بگیرم، بعد اومدم پنجره رو باز کردم دیدم هوای تهران بسی گوه هست و خواستم کنسل کنم بیخیال شم، ولی خب نمیشد دیگه. حقیقتا دلم واسه اون تنگ شده بود، گفتم که بیایم با هم دیگه بریم بیرون تو این هوای گوه. یکی کنارم باشه احساس بهتری دارم. بله آقا ممکنه سوال کرده باشید من چرا از این موتورا ندارم، چرا از این موتورا دارم. آقا خدمت اولتون عرض کنم که این موتور من خیلی وقت پیش گرفتم قسطی، بنده خدا مونده واسم دیگه، چه کار کنم؟ چرا سی جی بگیرم؟ سی جی سوار شدن شایستگی میخواد آقا، مرام میخواد، معرفت میخواد، لوتیگری میخواد. خیلی ها میگن این سوسول بازی ها و این اسکوتری ها رو سوار نشین و نمیدونم دندهی سوارش، این سوسول بازی ها نیومده به شما، مرد باشو نمیدونم موتور دندهی بگیر. میخواستم بگم به عنوان یک شخص 30 ساله حقیقتا به تخمم هم نیست این حرفا. چرا؟ چون موتور رو نگرفتم واسه اینکه خودشو بدم یا مثلا گاز بدم که آره من موتور سوارم و موتور دندهی دارم و خلاصه کلاسم بالاست و لاتیشو پر کنم وسط خیابون و گاز و گوز کنم. نه، حقیقتا واسه خرج زندگی هم موتور گرفتم، واسه اینکه رفت و آمدم کم بشه، هزینه‌اش، سرعت رفت و آمدم بیشتر بشه، توی زمان هم صرفه جویی بشه. خب اینجا از شانس دختیمون بستن ولی حرکت دیگه ای بکنیم. ماشاءالله موتور که از همه جا رد میشه، ما هم که موتور سوار به همین راحتی. ولی خب اگه اون جلو پلیس باشه دهنمون آسفالته دیگه، به این راحتی نداریم. بله آقا بله آقا رسیدیم. ما تا اینجا درمانگاه حقیقتا نه بنده خدا دکتری چیزی هست. آقا اینو بریم بدیم بهش برگردیم ببینیم داستان چجوری بود. فعلا آقا بسته رو دادیم به هادی آقا، بنده خدا دکتر بود. آقا من عذرخواهی میکنم از شما، خیلی من پوزش میطلبم، ببخشید که خلاصه به شما گفتیم کنگوشات. شما جزء قشر زحمتکش جامعه هستی، هر چی فوش هم بخوای بدی به ما حق داری. ماشاءالله ویورره. به به به.
چه خبره؟ ای بدبخت سرباز، دیدینش؟ من آجی یه زمانی سرباز راهور بودم. حالا توی یه ویدیو کلا واسهتون تعریف میکنم که کی بودم و چجوری کارم به اینجا کشید و خلاصه از این حرفا. حقیقتا ببین چه جایی رو کشف کردم. حقیقتا پیاده رو همه ببین فوش میدن، ولی خب به هر حال جای جذابی بود، گفتم که از دستش ندیم. چقدر خوشگله اینجا، چقدر خوشگله. چقدر خوشگله، چقدر خوشگله. به 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 به. آقا خیابان ولی عصر، خیابان ولی عصر بالاتر از پارک ری به سمت میدون تجریش. آقاش مشاهده می‌فرمایید حتی هوای کثیف و زمستون و درختای برگاش ریخته و بازم قشنگ، بازم زیباست. آقا تو راه میدون تجریش بودیم. اینجا باغ فردوس، اینجا میایم بعضی موقع گهگداری آخر هفته یه حلیمی میاریم، یه حلیمی میخوریم. واقعا حقیقتا جاش جذابه. یعنی ببینا واسه دارم سنگ تموم میذارم وسط راه دارم میرم بسته بگیرم که برم برسونم دست همون بنده خدایی که سفارش داده، ولی شما واسه من ارزشتون بیشتره. وسط راه میام یه دوری میزنم، باغ فردوسی نشون میدم، جای خوشگله. این مسیری که دارم میرم رو بهتون نشون میدم، هم شما کیف کنی هم ما در کنار شما بسی لذت ببریم. شما نظاره‌گر کن حاجیمون چی گرفته. یا ابوالفضل این بسته 4 عددی 8 دستمال کاغذی. داداش اینا رو میخواد چیکار کنی؟ این همه دستمال میخواد کجات بذاری آخه تو؟ بعد اینا به کنار، این هوا، اینا یا ابوالفضل. کالباس، کنسرو ماهی. یه خدمت عرض کنم که دیگه چی گفته، بسته 8 عددی دستمال حوله‌ای، شامپو صورت بدن، کیسه زباله، ذرت شیرین منجمد، کنسرو ماهی تون، ماهی لباسشویی. یا آقا مجموعاً 1,400,000 تومان من سفارش دارم همین الان واسه 2 قدم جا. داداش من موندم این همه رو تو میخوای کجات بذاری خدایی؟ ولش کن آقا، بریم، خدا بزرگ. 1000 تا دستمال سفارش داده. این دستمالا رو میخواد چیکار کنی داداش من؟ قربونت برم من. حالا میتونی توی همون کارتو انجام بدی. این همه دستمال چه خبره؟ این دستمال حداقل یه از سوپری سرکوچت هم میتونی دستمال بگیری. به خدا دارین این دستمال ها رو ذخیره میکنی واسه یه کارهای دیگه. من میدونم به خدا داداش من ضرر داره، عزیز دل من، واسه چشات ضرر داره، فدات بشم. حداقل میخوای یه کاری بکنی برو توی حموم اون کارو بکن. این دستمال ها از این درختای بنده خدا میاد. یه ذره به طبیعت بها بده. پوفیوز حداقل به چشات بها نمیدی، به طبیعت بها بده. اینقدر آخه آدم لا اله الا الله دهن آدم باز میکنن.
خب آقا رسیدیم به خونه بنده خدا. انشالله خونه خوبی داره، ولی آخه شما نگاه کن، تو رو خدا نگاه کن، تو رو خدا. سلام، سفارشتون آوردم. گیر کردم.